رفیق هیچ وقت رو سرمایه ضرر نمی‌کنی و همیشه روی سود میمونی اگر تکنیکی رو که بهت میگم یاد بگیری که تجربه 6-7 سال کاسبیمه و از 15-16 سالگی توی بازار بودن. این تکنیک رو طلا فروشا معمولا بیشتر استفاده میکنن و افراد حرفه‌ای بازار، جوری که هر زمان هر چیزی بخوان بخرن وقتی میرن توی ضرر بلا فاصله ضررشون جبران میشه. فرض کن 100 میلیون طلا رو گرمی 8 میلیون خریدی و الان طلا گرمی 6.4، یعنی 20% اومدی توی ضرر. تا اینجا درست؟ کافیه 100 میلیون دوباره همینو بخری، میانگینش میشه 700. اینجاست که طلا یه بالای کوچولو بزنه بلافاصله ضرر شما جبران میشه. همین روش میتونه تمام ضررات حتی توی دلار، حتی رمز ارزها جبران بشه. حالا خیلی‌ها میگن این روشو بیا آموزش بده حرفه‌ای، پیج فالو داشته باش. SF رو بنویس تو کامنت‌ها، میام دایرکت لینک کانال آموزشو برات میذارم با پشتیبانی اختصاصی خودم توی تلگرام، کامل توی 11